خب سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی خوشحالم که عرض کنم خدمتتون با این ویدیو در خدمتتون هستم. ما تو این ویدیو که ویدیو بیسیک ما هست، در واقع میخوایم از ابتدا شروع کنیم و راجع به یک سری مسائل مهم و پایه‌ای صحبت کنیم. قبل از هر چیزی، قبل از این که بخوام صحبت هام رو شروع کنم، باید بگم که ما یک زبان رو، فرقی نمیکنه که این زبان انگلیسی باشه یا چینی باشه یا هر زبانی باشه، به دو شیوه میتونیم یاد بگیریم. شیوه اول اینه که در واقع ما توی محیط باشیم، مثل فارسی که توی محیط بودیم. یعنی توی فارسی ما مثل طوطی یه سری چیزا رو تکرار کردیم و یادش گرفتیم و اصلا به قواعد فکر نمی کنیم. هیچ وقت مثلا مادر ما نیومده بگه که ببین فعل گذرا به نمیدونم چی و اینجا استفاده کن، ضمیر سببی فلان رو اینجا استفاده کن. نه، اصلا ما همینجوری در واقع تقلید کردیم و تکرار کردیم و تموم یاد گرفتیم. ولی یه زمانی هست مثل انگلیسی، ما انگلیسی رو اصلا در واقع توی محیط نبودیم و خدمتتون عرض کنم که باید یه سری قواعدی از انگلیسی بدونیم در واقع که بتونیم صحبت کنیم. ببینید، من نمیخوام راجع به قواعدی که در مدرسه معمولا یاد گرفتیم صحبت کنم و هدف من اون نیست اصلا که اون حجم از قاعده رو بگم، ولی یه سری قواعد واقعا نیازن و ضروری هستن که بدونیم اونا رو، برای اینکه بتونیم جملات رو بسازیم، ساختار جملات رو کار کنیم در واقع و ببینیم یک جمله چجوری ساخته میشه. به صورت کلی یه جمله از 8 بخش اصلی تشکیل شده که خدمتتون عرض کنم از این 8 بخش 4 تاش خیلی مهمه و من توی این ویدیو میخوام راجع به این 4 تا صحبت کنم. ببینید، مهمترین بخش جمله همونجوری که توی این ویدیو میبینید ورب هست که فعل. ما توی فارسی میگیم فعل و توی انگلیسی بهش میگیم ورب. چرا مهمه؟ چون آقا هدف و منظور جمله رو بیان میکنه و اگر از جمله حذف بشود بسیار جمله ما بی‌معنی میشه. به عنوان مثال اینجا گفته علی آمد. آمدن فعلی هست که علی انجام داده. اگر از جمله حذفش کنم میشه علی. خب بعد شما میگید که علی چی؟ منتظر یه چیزی هستین. علی مریضه، علی اومد، علی گرسنه است، علی چی؟ اوکی، پس فعل اصلی ترین و مهمترین بخش جمله است چون هدف و قصد جمله رو بیان میکنه. اگر فعل رو از جمله حذف کنیم جمله کاملا بی‌معنی میشه. اوکی، یا هر مثال دیگه ای میتونیم بزنیم. مثلا من رانندگی میکنم. حالا این جملات ساده است برای اینکه در واقع مفهوم رو برسونیم. خب رانندگی کردم فعلیه که من دارم انجام میدم. حالا من رانندگی، تو رانندگی چی؟ دوست نداری؟ دوست داری؟ رانندگی میکنی؟ نمیکنی؟ چی؟ اوکی؟ یا اونا کار میکنند. کار کردن فعلیه که اونا دارن انجام میدن. اوکی؟ اگر حذف بشه اونا چی؟ منتظر یه خبری. بخش دوم در واقع اسمه که ما توی انگلیسی بهش میگیم noun. اوکی؟ اگر که اسم نبود، مثلا ما الان خب با اسم چون یه قراردادی هست که برای اشیاء و افراد نامگذاری کردیم، یه دونه خودکار که میخواستیم بگیم باید میگفتیم اون شیء هست که میشه بنویسی باهاش. تازه همون نوشتن هم شاید جوهر داره فلان، نمیشد، باید توضیح میدادیم در رابطه با همه چیز. بنابراین اسم به وجود اومد که ما باش اشیاء و افراد نامگذاری کنیم. اوکی، مثل خودکار، علی، تقی، کامپیوتر، هرچی. بخش بعدی صفت هست. صفت در واقع میاد یه سری اطلاعات اضافی راجع به اسم میده و به نوعی اسم رو توصیف میکنه. مثلا اینجا اومده گفته دختر زیبا. زیبایی صفتی است که به دختر دادیم. ماشین سریع. سرعت صفتی است که به ماشین دادیم. غذایی که سریع آماده میشه. سریع آماده شدن صفتی است که به غذا دادیم. آدم خسیس. خساست صفتی است که به یه شخصی دادیم. آدم دست و دلباز. دست و دلبازی اون صفت. خانه لاکچری. لوکس بودن و لاکچری بودن و گران قیمت بودن صفتی است که به اون خونه دادیم. ولی جایگاهشون توی انگلیسی برعکس فارسی. یعنی مثلا توی انگلیسی اینجا توی فارسی میگیم دختر زیبا. زیبا بعد از اسم میاد. توی انگلیسی برعکسه، میگیم beautiful girl.
beautiful girl. یا ماشین سریع میشه fast car. یا غذایی که سریع آماده میشه fast food. و حالت آخر و چهارمی که در واقع جزء خیلی مهم جمله هست adverb یا قید هست. همونجوری که میبینید کلمه adverb یه وربه که اینجا بالا گفتیم میشه فعل، یه ed بهش اضافه شده که قیده. همونطور که صفت میاد اسم رو توصیف میکنه، adverb در واقع میاد فعل رو توصیف میکنه. یعنی چی؟ سوال خیلی خوبی پرسیدین. ببینید قید اینجا حالا گفته حالت، قید حالت یه بخشی از جمله است، یه نوعی از انواع قید هاست، من کاری به اون داستان ندارم فعلا. ولی اینجا گفته I drive slowly. I drive من رانندگی میکنم، slowly به آرامی. یعنی در واقع من دارم چیکار میکنم؟ فعل من رانندگی کردن. حالا چطور دارم اون کار انجام میدم؟ به آرامی. من با دقت رانندگی میکنم. اوکی؟ دارم رانندگی میکنم، فعل من رانندگیه. چطور دارم رانندگی میکنم؟ با دقت. اوکی؟ یا اینجا گفته the audience is clapping loudly. حضار، audience یعنی حضار، clap یعنی دست زدن. حضار بلند دست زدن، به بلندی تشویق کردن. چطور تشویق کردن؟ بلند. اوکی؟ یا من ببین زهرا تون تون غذا میخوره. زهرا غذا میخوره، غذا خوردن فعلی هست که زهرا داره انجام میده. چطور اون فعل رو انجام میده؟ تون تون داره غذا میخوره. اوکی؟ پس این قیده و ادوربه. این 4 تا قسمت اساسی جمله هست که امیدوارم توضیحاتم کافی بوده باشه. سعی کردم که توضیحاتم بسیار ساده و مفهوم و گیرا باشه. لطفاً این ویدیو رو اگر که متوجه نشدید یا خوب متوجه نشدید یا احساس میکنید بازم باید در واقع نگاه کنید، یه بار دیگه چیه 100 بار دیگه بزنید از اول نگاه کنید. شما هدف مهمی دارید و میخواید یاد بگیرید، بنابراین اصلا نگران نباشید، برگردید از اول دوباره نگاه کنید. هر جام که در واقع احساس کردید سوال دارید روی تلگرام در واقع به من مسیج بدید. در اولین فرصتی که ببینم حتما پاسخگو هستم. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خیلی مخلصم.